درود بر شما. در این ویدیو میخوایم تحلیل مجموعه پولسازان بورس درباره چارت بیت کوین به USD رو در اختیارتون قرار بدیم. همونطور که مشاهده میکنید از تاریخ 16 مارس 2020 بیت کوین شروع به یک حرکت صعودی کرده و تا الان که تاریخ 29 دسامبر 2020 است همچنان به حرکت صعودی خودش ادامه داده. به تازگی سطح بسیار مهم $20,000 خودش رو شکسته، سطحی که یک بار در سال 2017 به این سطح برخورد کرده و بعد از برخورد به این سطح به شدت افت کرده و حتی به قیمت $2,000 الی $3,000 هم رسیده. اما در این بار برخورد برخلاف تصوراتی که تمام تریدرها داشتن، این سطح رو با قدرت شکست و به حرکت صعودی خودش ادامه داد. در تایم فریم دیلی ما میتونیم یک خط روند صعودی رسم کنیم. همونطور که میبینید این خط روند صعودی همچنان قدرت زیادی داره و با استفاده از گام شماری و فیبوناچی ریتریسمنت میتونیم هدف احتمالی بیت کوین رو تخمین بزنیم. هدف احتمالی بیت کوین 35 الی $36,000 هست. در حال حاضر بیت کوین داره در قیمت 26 الی $27,000 نوسان میکنه و بعد از اینکه تونست قیمت $30,000 رو بشکنه میتونه تا 35 الی $36,000 صعود کنه. بعد از اینکه به این سطح رسید انتظار داریم که مارکت کمی استراحت کنه. به تایم فریم 4 ساعته میریم. در تایم فریم 4 ساعته هم خط روندی رو داریم که مربوط به این تایم فریم هست. بعد از اینکه مارکت اصلاح کرد انتظار داریم که نهایتاً تا قیمت $30,000 الی $29,000 افت کنه و بعد از اینکه به این قیمت رسید دوباره به حرکت صعودی خودش ادامه بده. در واقع زمانی که به $30,000 میرسه به خط روند صعودی خودش برخورد میکنه و به حرکت صعودی خودش ادامه میده و هدف بعدی بیت کوین در محدوده $40,000 خواهد بود. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. خدا یار و نگهدارتون.